موفقیت تو هر کاری چیه؟ تلاش زیاد. این که تو آشپزی ما باید هر روز کلاس بریم، کتاب بخونیم، چی کار باید بکنیم؟ اولین چیز تمرکزه. باید تمرکز داشته باشیم. اگر تمرکز نداشته باشی، متمرکز نشی، به هیچ جا نمیرسی. هر کاری بکنی فایده ای نداره. اول تمرکز. بعد از اینکه متمرکز شدی میتونی کلاس ملل 3 روزه ما رو شرکت بکنی. قراره بریم هند، بریم مراکش، بریم آمریکا، غذاهای ایرانی و کلی غذاهای جذاب داشته باشیم. توی کلاس 3 روزه درجه 1 میبینمتون. صبر کنید. تو آموزشگاه شیرین بیان منتظر حضورتون هستیم. قراره امروز شاتوبریان خیلی خوب و درجه 1 درست کنیم. ادویه هایی که من براش در نظر گرفتم فلفل بهار، جوز بویا، فلفل سیاه و فلفل سبز. قراره با اینا یه ترکیب هیجان انگیز خیلی ساده درست کنیم به صورت گرانول. حتما توی هاونگ یه تیکه کوچیک جوز، چند تا دونه فلفل بهار، یه کوچولو فلفل سیاه و فلفل سبز. بچه‌ها فلفل سبز تفاوتش با فلفل سیاه میدونین چیه؟ اینو حتما تو کامنت برام بنویسید. خب شاتوبریانمون رو آماده کردیم. میدونید شاتوبریان اصلا یعنی چی؟ شاتوبریان اسم یک برشه، فیلمنیون اسم یک برشه. پس این برش شاتوبریان دقیقاً قسمت وسط فیله و بزرگترین برش فیله استیک رو میگن شاتوبریان.